روز 14 دکامبر در صحیفه فرمای جواب یک گروه ترول‌های مربوطه به مقامات انتظامی تاجیکستان ثبت ویدیوی حبیب‌الله اودینایف پسر معاون بازداشت شده رئیس حزب اپوزیسیونی سوسیال دموکراتی تاجیکستان محمود اودینایف و همسر سابق او مهری رضایeva نشر شد. معلوم نیست که این مراجعتنامه در کدام شرایط و آیا با خواهش خود آنها ثبت شده است، ولی در ثبت‌ها دیده می شود که مادر و پسر از گروه‌های در تاجیکستان ممنوع مخالفین حزب نهضت اسلامی و گروه 24 تقاضا میکنند تا به قضیه محمود اودینایف دخالت نکنند. حبیب‌الله اودینایف اظهار امید میکند که اگر قضیه پدرش را دامن نزنند شاید او را جریمه بسته جواب دهند. او برای ماجرای روز 29 اکتبر در نزد بنای کمیساریات حربی شهر ایسار عذر میپرسد و میگوید کمی پست و بلند رفتیم. محمود اودینایف، مهری رضایeva و حبیب‌الله اودینایف روز 29 اکتبر در نزد کمیساریات حربی علیه ابله و پسر اودینایف حاجی اکبر اعتراض کرده بودند. داستانی گفت نسبت به محمود اودینایف بر اساس ماده 237 با اتهام افباشی گروهی و نشان دادن مقاومت به نمایندگان دولت پرونده آغاز کرده دادگاه شهر ایسار روز 7 دکامبر اودینایف را برای 2 ماه به حبس پیشکی گرفت. السلام علیکم برادران عزیز، من حبیب‌الله فرزند اودینایف محمود. به همه‌شون معلوم است که من در کجا قرار دارم، در خانه خودم. 29 اکتبر در شهر ایسار 2020 در کمیساریات حربی ما و پدرم و مادرم در کمیساریات حربی رفتیم. خیلی گپو کم تا پس بلند شد. برادرم کم تا دشنام کرد. همه اول بخش میپرسیم از طرف همه یا گروه 24 نهضت اسلام. همین خطا میگم که برادرها در همین پدر ما دخالت نکنید، نزدیک نشوید، به خبر هم نرسونید. با این چیزی که بود شد از طرف ما بخش میپرسیم شما بتونید برادرها سر و کار نگیرین. همین کارا قانون هست، در قانون در دولت قانون هست. اگر گناهگار باشه جوابش میده، گناهگار باشه خیر اون جریمه‌اش کنن. خیر ما ایتن پدر رو بخش میپرسیم. بیزه مهری اوله یکمی اودینای محمود بودم. صاحب 7 فرزند باشم. انا قطعی خیلی انا 16 سال زندگی نمیکنم. او قطعی محمد فرزندان در تربیت خودم هستند، در تربیت من بودن. انا با همین عذاب و مشقت های فرزندان خودم خودم وای کردیم، لیکن او را ندیدم نمیدونم. انا از بس که مثلا نمی زنگ گرفت دیگه ما را چی نکرد، نگاه نکرد، خودم نگاه کردم هم میبینه. از بس که حاضر دمی حالت هسته هوای می گروه 24 حزب نهضت طلب دارم که امی اودینای محمود امی را در امی گروه خودشان کش نکنن. اینقدر مثل امی را وای نکنن. هر چی نگنده که امی آدمی ما های، آدمی شما های، آدمی ما افتاد مثل امی را طرف خودشان وای نکنن. امی را مونم با وای خودش بیسته قانون امی گپی گفتگی خودش جزوی خودش میگیرد و خبر وای میشه.